مشکل داره. مریض داداش من با روی اون دست بریده ابوالفضل خدا همه مریضا رو شفا بده. بلند بگید الهی دیگه بنوش شفا سر پیاله است. داداش در این صندوق رو باز کن. یه ذره بیا دقیق 3 نفرم به عشق اون دست ابوالفضل خودش بیاد. طالبان ایمان 3 نفرم به عشق مادر نیت کنه اینو بگیره. من همینجا یه دعای باستانی برای این 3 نفر میکنم. میدونی دعام چیه؟ داداش هر کی 3 تا آخران نیت سلامتی مادرش گرفت دعا میکنم امشب پدرش در بهش مهمان علی باشه، مادرش در بهش مهمان خانم فاطمه زهرا، اما 7 پشت این دست جمع امشب مهمان خاتم انبیا کت خدای ملک عرب و عجم یعنی محمد مصطفی باشه. ایمان 3 نفرم نیت سلامتی مادرش بیاد. منم دعا میکنم تا زنده است مثل من داغ مادر نبینه. آقا این 3 نفری که اومد تو میدون من به حق امام حسین مثل من داغ مادر نبینه، مشکی مادرش رو تن نکنه، علم مشکی مادر سردر خونهشون وصل نشه. این دست جمع بلند بگه الهی 3 تا جوانم هست به عشق مادر بیاد. آقا ایمان یه بار بزن آقا هر کی خواست بهش بده. به سینا بگو میخوای مدد بیازی؟ ما نمیازی اینجا؟ این ما رو در بیارید. ایمان با کمک ناصری درش بیار. اون سواری هم بدن دک کن. اون 3 تا مورا رو بسن باش. اون سواری بده من. اون 3 تا مورا یکی بده اون آقا. 2 تا دیگه مورا دست من من هر کی خواست بگی. آره اینو بلندش کن ایمان. آقا سعید دم به ما رو بگی کمکش بلند کن. بگیرش بالای دست. 2 نفری زیر ما رو بگی نزدیک جمعیت نبر. اینم ما رو بزرگ جمال امام رضا یه صلوات بفرست. ای داغ بیدار صلوات فرستادن هم پولی شده. شفای مریضا صلوات بفرست.